سلام دوستان، امروز من یک مسئله ریاضی رو میخوام اینجا توضیح بدم. مسئله ریاضی که من از طریق ایمیل دریافت کردم این است: آیا 2 به توان a به اضافه 1 مساوی است با b به توان 2؟ آیا یه همچین ما میتونیم عددی داشته باشیم که a و b که این معادله رو چیز بشه در رابطه با اون صدق کنه. اوکی؟ خب همه میگم خب مسلمه وقتی 2 a 3 باشه و b هم 3 باشه این معادله صفر میکنه، چون 2 به توان 3 میشه 8 به اضافه 1 مساوی است با 9. ولی خب من میخواستم یک فرمول کلی پیدا کنم، نه فقط این چیز ساده 2 و 3 a مساوی با b مساوی با 3. پس چیکار کنیم؟ خب ما ببینیم توانهای 2 چیا هستن. 2 هست، 4 8 و 16 بعد 32 64 128 256 بعدش 512 1024 2048 4096. اوکی؟ به همین منوال وقتی پیش بریم ما همیشه میبینیم که 2 داریم، 4 داریم، 8 داریم و 6. اوکی؟ این دوتا رو ما نمیتونیم چیز بدیم، چون وقتی به اضافه 1 بشه میشه 3. هیچ عددی پیدا نمیشه که به توان 2 توی چیز یکانش 3 داشته باشیم. 5 امکان داره 24 فقط موقعی که 24 هست میشه به اضافه 1 میشه 25. پس ما میتونیم یه عددی پیدا کنیم که به توان 2 به 25 خط بشه. 8 چرا؟ بله 8 هم 9، تمام چیزایی که 9 هستن میتونه باشن. اینجا هم امکان نداره. پس تنها چیزی که ما میتونیم این وسط داشته باشیم اینه که یا به توان 2 باشه 6، درسته؟ به توان 2 6 8 2 6 نه 2 6 10 ببخشید 2 6 10 14 و چیز. ولی مشکل 2 اینجا هست که ما اینجا 1024 و بعدیش یادم نیست 16384 فکر کنم باشه 16384. تمام این اعداد که در این چیز هستن ستون هستن، اینها چی هستن؟ یه مشکلی دارن. با مشکلشون اینه که همشون به اضافه 1 وقتی بشن هیچ وقت به توان توی هیچ عددی نمیشن. به همیشه مفرد است. خب این همیشه چیه؟ زوجه. بنابراین ما در این چیز هم نمیتونیم عددی پیدا کنیم که در این ستون باشه. در این ستون که هیچ وقت نیست، این ستون هم پیدا نمیشه، چیزی پیدا نمیشه. چرا؟ چون نگاه کن 4 به اضافه 1 میشه 5، 64 به اضافه 1 میشه 65، 1024 به اضافه 1 میشه 1025. فقط این یکی که هست
2 به توان 10 ممکن بود به اضافه 1 یه مربع عدد دیگری باشه. پس ما اینو امکانش نیست. چرا؟ چون عددی که ما میخواییم 2 باید چی باشه؟ یه عدد مفرد باشه. این مفرد زوج آ در اینجا مفرد است، در اینجا زوجه، در اینجا مفرده، در اینجا زوج. درسته؟ همیشه. بنابراین عدد زوج برای ما قابل قبول نیست. اعدادی که برای ما قابل قبول هستن چی هستن؟ این عدد هست. یعنی چی؟ به اصطلاح میتونیم اینا رو بگیم عدد 4K به اضافه 3. یعنی A باید این باشه. اما این هم یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ ما بذار این رو دوباره نگاه کنیم. فرض کنیم که ما باشه 0. خب آ میشه 3، کی 1، آ میشه 7، کی 2 میشه 11. خب کی مساوی به 3، ای میشه 15. خب اینجا ما داریم عدد 8 رو داریم. اینجا ما 128 یعنی 2 به توان 3، 2 به توان 7، 2 به توان 11، 2 به توان 15. 2 به توان 15 32768 هست. اینجا فکر کنم 2048 باشه. اوکی؟ این اعداد اینجا چیه؟ باید به اضافه 1 این چی بشه؟ این عدد باید برابر با به 9 بخش پذیر باشه. پس 8 به اضافه 1 به 9 بخش پذیره. 128 به اضافه 1 به 9 بخش پذیر نیست. 2048 به اضافه 1 به 9 بخش پذیر نیست. ولی 32768 به 9 بخش پذیر هست. اوکی؟ پس این همیشه همینطور است. بر همین منوال پیش میره. بنابراین کی میتونه 0 باشه، میتونه 3 باشه یا 6 یا 9. اوکی؟ پس اینو نگاه کنیم. همینم زیاد چیز نیست. حالا بیا این نمره رو نگاه کنیم. عدد 32768 32000. بنابراین این وقتی گفتیم 4 کی به اضافه 3 باید بنویسیم 12 کی به اضافه 3. چرا؟ وقتی کی 0 باشه میشه 3 کی وقتی 1 باشه ای میشه 15. 3 15. اوکی؟ بعدیش 12 تا 27 و بعدیش 39 و 51 یعنی 2 به توان 3 به توان 15 27 39 51 یا 63 و 75. اوکی؟ حالا اینو عدد وقتی A K 1 باشه A میشه 15 بعد 2 به توان 15 32768. خب 2768 یا 769 آیا
این یه مربع چیز هست، یه عددی هست یا نه؟ خب ما میدونیم که 32400 برابر است با 180. اوکی. 40,000 برابر است با 200. پس باید بین این دوتا باشه. از طرف دیگه وقتی یه عددی که مربع عدد دیگری باشه و به 69 ختم بشه، این باید چی باشه؟ بذار اینجا پاک کنم. این عدد باید چی باشه؟ هر چیزی سین 100K به اضافه 69، این باید قطعاً چی باشه؟ یه نمیدونم مثلا 10 یا 100 50 یه x به اضافه یا منهای 13 باشه. به اضافه یا منهای 13 باشه. یعنی چی؟ این عدد اگر یک مربع کامل بود میباید باشه 187 باشه. 187 به توان 2 قطعا آخر 69 هست. اوکی؟ ولی ما میدونیم که 190 به توان 2 هست 36,100. یعنی خیلی دوره. میدونیم که 32,400 هست 180، 190 هست 36,100. بنابراین این 32,769 توان 2 هیچ چیزی نیست. بنابراین اگر ما دور به توان 15 برسونیم ما نمیتونیم عددی پیدا کنیم. چیز بعدی ما 2 به توان 27 است. ولی خب اونو باید یه برنامه کامپیوتری نوشت تا اینو چیکار کرد تا بتونیم اینو محاسبه کنیم، بعد ببینیم آیا عدد کاملی مربعی عدد دیگه‌ای هست. بنابراین آیا جوابی برای این ما داریم به لحاظ تئوری اعداد بر حسب معادله تئوری اعداد؟ آیا ما چیزی داریم؟ عدد دیگریم هست؟ ممکنه باشه. اوکی؟ ما اینو نمیدونیم ولی میدونیم که این عدد یا 2 به توان 15 که نیست، 2 به توان 3 هست 27 12 تا 12 تا بالا میریم 27 39 51 63 75 87 نه 87 99 111. اوکی؟ یعنی 12 k به اضافه 3. اوکی؟ امیدوارم که از توپا زدن های منو به من ببخشید و تا مسئله بعدی خداحافظ.